سلام بینندگان گرامی، من اوچهر کوهستانی هستم. امروز میخواهم درباره یک آوازخوانی صحبت بکنم که راستی از رمکه آدمگری گذراندگی است و هیچ معرفت عقل و فراست در این نفر یافته نمی شود. خوانی نوا را ببینین، بعد شروع میکنم در این باره صحبت کردن. شرکه هم باز کن اگه کارت بچید شرکه نه سختگی خوب با فکرم که شما این نوا را دیدین. این نوا راستی در یوتیوب در پیش ما آمد، گرفتم نگاهش کردم، هم جای خنده است هم جای گریه است. من نمیفهمم که همون زنکی که آواز اسب میکنه شرم داشته باشه که یا نه. من میفهمم که در تاجیکستان مشکلات زیاد است، هر یک نفر به خاطر یک لقمه نان پیدا کردن کوشش زیاد میکنه، اما نه این طور کوشش هایی که باعثی از بین رفتن یک فرهنگ می شوند. اول با زبان تاجیکی شعر خوانی را یاد بگیرین، بعد دیگه زبان شعر بخونین. اما اینا دیگه گذراندن. اینا باعثی آن شدن که همین جوانایی که در همینجا رقص و بازی دارن دیگه فکر نکنن. چیزایی که اینا میخوانن اصلا من نمیفهمم این چی کیفیت داشته باشه که 400,000 تاجیک تماشاش کرده است. راستی شرمندگی است. یک عالم صحبت کرده باشه، یک معلم صحبت کرده باشه، یک مربی صحبت کرده باشه، 400,000 نفر نگهش نمیکنن. اما یک نفری که باعث شرمندگی ملت است زیاده از 400,000 نفر تماشاش کردن. ولی بسیاری ها فکر میکنین که همین ملت ما به خاطر چی قدر بی سواد است؟ به خاطر ای که همین طور آوازخوانه ها را ما در صحنه تاجیک گذاشتیم. همین طور نفرایی که باعث از بین رفتن فرهنگ، باعث از بین رفتن ادب مردم می شوند ما روی صحنه گذاشتیم. امروز وزیر معارف تاجیک نه با زبان تاجیکی نه با زبان روسی صحبت کرده میتونه. اینا همش طلبه های همه حافظایی هستن که آوازخوانی میکنن و مردم یعنی که سراشون گیچ میکنن که تا که دیگه هیچ چی را نفهمن. راستی صنعتکارا بیرقات رو در دست نخیزین که این ملا خیسته است بازید ما گپ میزنم. من ملا نیستم، من بازید شما هم صحبت نمیکنم. امروز در تاجیکستان از مردم در حافظ زیاد شده است. ما قدر حافظ زیاد با کار نداریم. در کشورهای پیشرفته جهان زیاده من نمیفهم از 100 حافظ دارن.
اما ما با نزدیکی 9 میلیون شدیم. با فکرم که 10,000 حافظ داریم اگر که خطا نکنم. خوب اگر خطا بکنم دوستان در کامنتاری بنویسین که چقدر حافظ داریم ما در تاجیکستان. من بر ضد صنعت نیستم، من بر ضد آوازخوانی نیستم، من بر ضد اینمی زنکای هستم که آواز اسب میکنن، آواز خر میکنن، با یک شعرهای بیمزه، با یک شعرهایی که اصلا در هیچ جا جای نمیگیرن، در هیچ جا طوری نمیگیرن، مردم دلاشون سیر میکنن. بعضی وقتا فکر میکنی که ای بیا یکون گپش نزنم، بیا همی خب کنیم بیستیم، اما باز هم شیرمردان این ملت رو میبینی، نفرانی که در حقیقت دلسوز این ملت هستن، تحریک میابی، یعنی خواهش پیدا میکنی که برای مردم گپ زنی. اگر من نگم تو نگوی کی بگویم؟ یک معلم روز در صفحه فیسبوکیش نوشته بود که من یک طلبه تاجیک ما میگم که ضرب بزن، میگه امی تو چشماش کلان کلان کردگی، میگه تو طرفم نگاه میکنه، میگه ضربش چیه؟ میگه حتی طلبه تاجیک که دانشگاه میخواد در روسیه بخونه نمیدانه که ضرب چیه. و مثل همین حافظا و آوازخانهایی که ما حاضر داریم، اگر که 1000 تایگه داشته باشیم دیگه علم در کار نیست، علم هم از بین میروه. وزیر معارف زبان تاجیکی را ندانه، خود زبان روسی دیگه زبان خارجی است. زبان روسی را هم باید که بدانه، به خاطر که گفته است که ما زبان روسی را میدانم. همون زنکایی که در همونجا نشستن تماشا دارن، این احمقه شما گوش کردین چی میگه؟ اگر زبان تاجیکی را خوب بفهمین، گوش کردین که چی میگه این مردک؟ باور کنین یک شرمندگی است. مردم آلمان یک گپی خوب میزنن، میگن der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. میگن میوه سیب از درختش دور نمیغلطه. اگر زنهای ما را در همین جامعه ای که از علم و از فرهنگ دور هستند فرزندهای خود را تربیه بکنن، دیگه مثل همی قدم میشوند اینا. دیگه از اینا هیچ انتظار نباش. تاجیکستان 9 میلیون شده است، 50% بیکار است. به خاطر اینکه ما از علم دور شدیم، به خاطر اینکه ما علم دوست نمیداریم. هر یک نفری که یک کوشش برای پیشرفت بکنه ما او را بد میبینیم. بسیاری هات نمیخواهی که یک نفر یک چیز یاد بگیره. هر یک نفری که مثل همین قدم و مثل همین آوازخانه ها را در جامعه ما میگذارد، به درستی که آن دشمن ملت است، به درستی که او خیانت به ملت کرده است. خیانت به ملت شاخدم نداره دیگه. فرهنگش از دستش گرفتی، معرفتش از دستش گرفتی، ادبش از دستش گرفتی. همین دیگه خیانت است.
خوب در این باره بسیار صحبت می شود کرد، بسیار. اما دوستان و بینندگان عزیز، اگر که همین چیزهایی که من گفتم برای شما خوش آمده باشه و شما همین طور فکر بکنید، خواهش میکنم در صحیفه من، در کانال من که در یوتیوب است، حقیقت تیجی، آبونه شوید و من کوشش میکنم که برای شما ویدیوهای خوب را تهیه بکنم. در ویدیوی دیگر میخواهم که در